سلام بچهای عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. خیلی خوش اومدید به کلاس زیست شناسی. احوالتون چطوره؟ خوبین؟ سلام احوالتون چطوره؟ خوبی؟ سلام علیکم. سلام. بریم اول چند تا تست حل کنیم، بعد شروع کنیم کار اصلیمون. بخشی که با شماره 1 مشخص شده میشه برخاک، بذار اسم‌گذاری کنیم. 2 میشه کیسه منی، 3 میشه پروستات، 4 هم که میشه پیازی میزراهی. خب برو بریم. میگه که پروستات همانند پیازی میزراهی مایع شیری رنگ قلیایی. شیری رنگشو والا جالب نبود، به خاطر اینکه برای پیازی میزراهی اینو نگفته. بخش کیسه منی برخلاف برخاک ترشحات حاوی مونوساکاریدهای 6 کربونه به مایع منی اضافه میکند. خب این الان فروکتوز رو میگه دیگه. فروکتوز تشکیل شده از گلوکوز، در واقع ببخشید فروکتوز خودش اینجوریه که قند 6 کربونه‌ای هست به جای گلوکوز، اینجوریه. 3 میگه که پروستات همانند کیسه منی دارای یافته‌های پوششی است که ترشحات برون‌ریز خود را به مجرای اسپرمبر تخلیه می‌کند. پروستات به میزراه تخلیه می‌کند، نه به مجرای اسپرمبر، پس این غلطه. و میگه که پیازی میزراهی برخلاف برخاک محتویات خود را در نهایت به مجرایی وارد میکنه که در 2 قسمت هم بخش متفرق. خب این در نهایته که گفته، پس برای جفتشون میشه دیگه. چرا برخلاف آخه؟ این دیگه برای جفتشون میشه. بعد جواب میشه گزینه 2. بریم سراغ تست بعدیمون. کدام گزینه در ارتباط با فرآیند زامزایی درست است؟ یاخته سرتولی در پیشبرد اسپرم سازی برخلاف تغذیه اسپرم ها مؤثر است. برخلافش غلطه. پیش از قطع ارتباط سیتوپلازمی بین یافته‌ها حالت کشیده پیدا می‌کنه. جابجا گفته. اول اتفاقا حالت کشیده بخش اول اتفاقا ارتباط سیتوپلازمی قرار میشه، بعدش حالت کشیده پیدا می‌کنن. پس از ایجاد تاژک هسته آنها فشرده شده و قطورترین بخش هسته در نوک سر قرار میگیره که اینم غلطه، به خاطر اینکه بخش سر اینجوری اسپرم رو داخل خودش جای میده، یعنی قسمت نازکش در نوک سر قرار میگیره، پس اینم غلطه. در پایان فرآیند اسپرم سازی یافته‌ها از سمت طویل ترین بخش خود به دوران لوله اسپرم ساز وارد که گفتم این مثلا اینکه میوه که میرسه از شاخه میفته، اینا هم از همون سمت تاژکشون آزاد میشن و میافتن. اینم از این. و اینم حل کنیم. کدام مورد در ارتباط با فرآیند اسپرم سازی در فرد سالم و بالغ با گروه خونی آی منفی خدایا چرا و دارای مشکل انعقاد خون با توجه به شکل به طور قطع صحیح می باشد؟ 1 که میشه زامزا، این بی میشه زامیاخته اولیه، این سی میشه ثانویه، این دی میشه زامیاختک و ای هم که میشه زامه نابالغ. خب حالا گفته که گروه خونی آی منفی داره. ما آ بودنش یا آ میگیریم یا آ، منفی بودنش قطعا دی کوچیک که دارای مشکل انعقاد خونه. ما نمیدونیم که ایکس اچ کوچیک وای یا این که مثلا کمبود کلسیوم، مثلا اینشو نمیدونیم. خب میگه چه چیزی 100% صحیحه. میگه که یاخته A که 2N همانند یاخته B که اونم 2N دارای 2 دگره بیماری هموفیل. اصلا ما نمیدونیم یارو حتما هموفیل هست یا نه، پس من اینو رد میکنم. میگه یاخته C که N برخلاف یاخته B که 2N میتواند با تجزیه پروتئین ناحیه سانترومر کروماتیدهای واجد آلل دی را از هم جدا کنه. اینو خوشم اومد، به خاطر اینکه در میوز 1 که B انجام میده پروتئین اتصالی سانترومر تجزیه نمیشه، ولی در میوز 2 میشه، پس خوشم اومد. این میگه که یاخته ای که N همانند یاخته دی که اونم N فامتنهایی دارد که مستقیما در تعیین جنسیت نقش دارد. این قبوله و ممکن است دارای آلل آی آ بزرگ یا آی کوچیک. ما که نمیدونیم یارو آ یا آ اوه، پس اینم رد میکنم. یاخته سی که N برخلاف یاخته دی که N توانایی تشکیل دوک تقسیم ندارد، که اتفاقا برعکس گفته، یعنی یاخته دی توانایی تشکیل دوک تقسیم، دیگه دی تقسیم نمیشه، سی که تقسیم میشه که. پس اینم جابجا. سوال خفنی بوده. جوابشو گزینه 2. اینم از این. خب اوکی دیگه، این تستایی بود که میخواستم از مبحث جلسه گذشتمون حل کرده باشیم. اما عزیزانی که حالا باز مقداری دیرتر اومدین، خیلی خوش اومدین. ما امروز فصل 7/11 کلا تدریس میکنیم. در مورد روز پنجشنبه هم پیشاپیش همین اول کلاس بهتون بگم، پنجشنبه ساعت 9:30 صبح الی 13
کارگاه گیاهی داریم و کلاس عصر پنجشنبه ساعت 19 الی 20:45 پابرجاست. اوکی، این برای روز پنجشنبه، روز نیمه جهانی زیسته، کامل جهانی نیست، روز نیمه جهانی. پنجشنبه ساعت 9:30 الی 13 کارگاه گیاهی داریم، عصرش هم از 19 تا 20:45 در خدمت شما هستم. این از این. امروز هم که الان میریم فصل 7-11 رو ادامهش رو درس میدیم. خب اینم برنامه کلاسمون. خب میشه این روز ایرانی زیسته، آره روز ملی زیسته، در حد روز جهانی گسترده نیست. خب بریم شروع بکنیم به تدریسمون. دلشون بلاک میخواد، ملت زنگ میزنن به شماره من، دلشون میخواد بلاکشون کنم. بریم شروع بکنیم تدریسمون. این بحث زامزایی رو که حتما نشستی خوندی، خب متنش رو ما اون بار مطالعه نکردیم و این کاری که الان میخوام بکنم اینه که متن مال زامزایی رو با هم دیگه بخونیم، ولی خب درسش رو دادم یعنی مطالب تکراری است، فقط میخوایم انگار متنش رو مطالعه کنیم. دیواره لوله زامساز یاخته های زاینده داره. این یاخته های زاینده میشه همون زامزا یا اسپرماتوگونی. پس یاخته های زاینده یادتون باشه تعبیرش میشه زامزا. این یاخته ها نزدیک به سطح خارجی لوله ها قرار گرفتن. اگر بهتون بگن که همه زامزاها با غشاپای در تماسن، خب غلط میشه، چون میدونید که بعضیاشون در تماسن ولی بعضیاشون دارن از غشاپای دور میشن که بیان به سمت مرکز، ولی همشون میتونیم بگیم نزدیک به سطح خارجی لوله هستن، یعنی کلا فاصلهشون تا سطح خارجی کمتر از فاصلهشون تا سطح وسطیه. میگه اینا ابتدا رشتمان میکنن، تقسیم میشن. یکی از یافته‌های حاصل از هر بار رشتمان در لایه زاینده میمونه که لایه زاینده تا آخر عمر مرده حفظ بشه و هیچ وقت یائسگی در مردان پدید نیاد. یاخته دیگر تبدیل میشه به زامیاخته یا اسپرماتوسید اولیه. این سلول کاسمان یک میکنه، دو یاخته به نام زامیاخته ثانویه تولید میکنه. به این زامیاخته اولیه 2N و مضاعفه. زامیاخته ثانویه میگه که N یعنی تکلاده ولی فام تنهاش مضاعفه. تکلاده ولی فام تنهاش حالت مضاعف داره. هر کدوم از زامیاخته‌های ثانویه انجام کاسمان 2 میده، 2 تا زامیاختک یا اسپرماتید ایجاد میکنه. این دیگه هم N هم تک فامینکی. این یاخته‌ها تکلاده اما فام تنها مضاعف شده نیستن، یعنی غیر مضاعفن. بنابراین از یه دونه زامیاخته اولیه 4 تا دونه زامیاختک حاصل شد. همونطور که در تصویر بهتون نشون داده بودم، تمایز زامه ها از خارج به سمت وسط انجام میشه. همه یاخته های زاینده به همین صورت عمل میکنن، یعنی هی تقسیم میشن، از خودشون میسازن، یه دونهشون هم میره میشه زامیاخته اولیه، تا در نهایت تعداد زیادی زامه در اون لوله زامه ساز بتونه تولید بشه. اما هنگام عبور زامیاختک ها به سمت وسط لوله زامه ساز تمایزی در آنها رخ میدهد تا بتونن به زامه تبدیل بشن، به این صورت که یک یاخته ها از هم جدا و تاژکدار میشن. بچه‌ها این دوتا رو باید با هم یه مرحله بگیریم. یک کاری که متاسفانه در کنکور گذشته انجام شده، الان من تستی که اون جلسه حل کردیم و مجددا خدمتتون میارم. این وقتی ما کلید زدیم خیلی اختلافی شد کلیدش، یعنی این سوال 4 رو عرض میکنم. ما وقتی کنکور تیر برگزار شد توی این سوال که کلید زدیم اصلا کلید 1 نزدیم. الان شما جلسه گذشته 1 رو به راحتی انتخاب کردید. دلیلش اینه که من تدریسم رو عوض کردم، خب یک جور دیگه تدریس کردم امسال و این باعث شد که شما گزینه 1 رو به راحتی بتونید انتخاب کنید. خب ولی پارسال ما یه جور دیگه درس میدادیم. حالا آقا یعنی مشکل از منه، من بد تدریس کردم پارسال؟ نه بچه‌ها، مشکل از طراح سواله. طراح نامرد سوال به شما سوالی رو در کنکور پارسال داده، یعنی در کنکور 403، که بذار برم کتاب بچهای 11 بیارم که از رو کتاب 11 جدید طراحی کرده نامرد. یعنی ما بر مبنای کتاب درسی خودمون که داشتیم حل می‌کردیم جواب چیز دیگه ای می‌شده، ولی از روی کتاب درسی جدید اینو طراحی کرد. ببینید متن کتاب درسی جدید عوض شده. در متن کتاب درسی جدید که بچه‌های 11 دارن میخونن و شما هم حتی نمیخونین، نوشته که هنگام عبور زامیاختک‌ها تمایزی رخ میدهد که تاژکدار میشوند. اصلا در مورد جدا شدن دیگه چی نگفت. و اینجوریه که
به خاطر همین شما مجبورید این دوتا رو یک فاز بگیرید. یعنی اصلا اون از روی شکل جدید، از روی متن جدید سوال طراحی کرده. متاسفانه ما این رو در کنکور همیشه میبینیم. یعنی اون چیزی که در کتاب درسی عوض شده، طراح سالهای بعدم که سوال میده از کتاب درسی جدید سوال میده. ها ما چیکار کنیم؟ هیچ نگران نباشید. من دارم از کتاب درسی جدید عملا بهتون درس میدم. یعنی الان شماره هامو دارم عوض میکنم، دارم یه کاری میکنم که منطبق بشه با کتاب درسی جدید. پس نگران نباشید، من طبق همون کتاب درسی جدید بهتون میگم. ولی اوج نامردی اینجاست که کتاب درسی جدید اون موقعی که این کنکور برگزار میشد هنوز چاپ نشده بود. یعنی ما کتاب درسی جدید رو نداشتیم. ولی طراح سوال که کتاب درسی جدید رو داشت میدونست که تو متنش چی نوشته و از روی اون سوال طراحی کرد. واقعا اوج نامردیه. واقعا اوج نامردی. یعنی میگم یه جوری سوال طراحی میکنن که واقعا نشه صد زد. خب ولی چیکار دیگه میشه کرد؟ دیگه ما هر کاری از دستمون بر بیاد میکنیم. چیکار کنیم؟ خب پس گفته که یافته‌ها از هم جدا و تاژکدار، اینا رو با هم میگیریم یه مرحله طبق کتاب درسی جدید. خب سپس مقدار زیادی از سیتوپلاسم خود را از دست میدهند که اینو میزنیم 2 و این مقدار زیاد سیتوپلاسم توسط سلول سرتولی خورده میشه دیگه. توسط سرتولی خورده میشود. توسط سرتولی خورده میشود. بعدش میگه که هسته فشرده شده و در قسمت سر به شکل مجزا قرار میگیرد. اینم میزنم 3. هسته فشرده شده و در قسمت سر به صورت مجزا قرار میگیرد. خب تا اینجا دیگه تمایز عملا کامل شده. دیگه الان زامه ها ول میشن میفتن تو لوله. یعنی الان رو عکس بخوام بگم اینجا جاییه که زامه اختک‌ها در حال تمایز از هم جدا و تاژکدار میشن. اینا با هم یه مرحله است. اینا از هم جدا و تاژکدار که شدن بعدش مقدار سیتوپلاسمشون رو از دست میدن. این مرحله بعدیه. و بعدم هستهشون فشرده میشه تو اون قسمت سر قرار میگیرن. مرحله آخره. الان که اینا دیگه رسیده شدن از این زیره ول میشن، از سمت تاژک خودشون ول میشن توی این فضا. وقتی ول میشن توی این فضا دیگه حالت کشیده پیدا میکنن. یعنی وقتی به زامه تبدیل میشن حالت کشیده پیدا میکنن. خب و پس من اینجا می‌نویسم این که نوشته یاخته حالت کشیده پیدا میکنن، می‌نویسم وقتی به زامه تبدیل میشود. وقتی به زامه تبدیل میشود دیگه حالت کشیده پیدا میکنه. حالا حالت کشیده پیدا کردن پس یعنی اصلا میشه بعد مرحله 1 2 3. خب من حتی بهش 4 هم نمیزنم چون عملا مال تمایز زامیاختک نیست، دیگه مال زامه است. یعنی دیگه اصلا زامیاختک که تمایزاشو پیدا کرد بعدش به زامه تبدیل میشه، یاخته حالت کشیده پیدا میکنه. خب میگه چرا رو کتاب جدید درس نمیدی؟ دلم میخواد خودمو کتک بزنم. یعنی الان اسفند، کاش میتونستم کیکت کنم. یعنی فقط دلم برات میسوزه. الان آخر اسفنده، خب بعد تو نمیفهمی که من دارم رو کتاب شما درس میدم چون من مجبورم رو این درس بدم، ولی دارم یه چیزی بهت میگم که کس دیگه بهت نمیگه. دارم بهت میگم یارو میره از رو کتاب 11 سوال طرح میکنه. من که نمیشه کتاب 11 رو به تو درس بدم، منبع کنکور تو اینه. دارم در کنارش نکته اونم بهت میگم که تو بفهمی سر جلسه چه گلی به سرت بگیری. خب یاخته های سرتولی که در دیواره لوله زامه ساز وجود دارند با ترشحات خود تمایز زامه ها را هدایت میکنن. این یه فایدشه که این ترشحات خود میشه پیکای کوتاه برد. میشه پیکای کوتاه برد. FSA چوش اثر میکرد، پیکای کوتاه برد درست کردن ترشح میکرد. و این یاخته در همه مراحل زامه زایی هم پشتیبانی انجام میدن، هم تغذیه انجام میدن، هم بیگانه خواری انجام میدن. پشتیبانی یعنی همون پیکا، منظورش همون پیکای کوتاه برده. دوباره یعنی با اون پیکا به سلوله میگن که چیکار بکنه. تغذیه هم که معلومه، یعنی مواد غذایی رو از خون میگیرن میدن به این سلولا. و بیگانه خواری هم که باز معلومه دیگه، بیگانه خواری باکتری ها رو بر عهده دارن. در مورد تغذیه یه نکته جالبی که پس میشه گفت اینه، سلول هایی که در مراحل زامه زایی ان مثل زامه زا، زامیاخته اولیه، ثانویه، زامیاختک، اینا مستقیما با خون ارتباط ندارن و از این نظر شبیه به مثلا سد خونی مغزی میشه. میدونی که مثلا اونجا هم سلول مستقیما با خون ارتباط نداشتن، سد خونی مغزی رو کنترل میکرد. یه همچین داستانی داره. خب پس من اینجا به این تغذیه اشاره میکنم، میسم یاخته های درگیر در مراحل زامه زایی مستقیما با خون ارتباط ندارن. مستقیما با خون ارتباط ندارن. خب
اوکی، اینم از این. بریم صفحه بعد. اینجا عکس زامه رو براتون گذاشته، در این مورد صحبت کنیم. ساختار زامه انسان رو که کشیده، برای شما 3 بخش کشیده: سر، تنه، دم. خب سر و تنه تقریبا یه سایزن، سر یک کوچولو بزرگ، اپسیلونی بزرگتره. خب پس من اینجا بخوام بنویسم تنه میشه کوچکترین بخش، دم میشه طویلترین بخش، سر تقریبا اندازه تنه است. یعنی اگه مثلا در تست به شما بگه 2 بخش از زامه که اندازه تقریبا برابر دارن، شما تعبیر میزنی میگی سر و تنه. خب ولی بین خود سر و تنه، تنه کوچیک‌تره و سر میشه بخش با اندازه متوسط، بخش با اندازه متوسط. خب حالا میخوام اجزای هر کدومش رو توضیح بدیم. توی قسمت سر که شما نگاه میکنید، اولین چیزی که جلب نظر میکنه این هسته فشرده شده است که تخم مرغی شکله. پس هسته حالت فشرده و تخم مرغی داره. بخش عمده فضای سر رو به خودش اختصاص داده، فشرده و تخم مرغی. الان تستی که اول کلاس حل کردم از این پرسیده بود که قسمت کلفتش توی نوک زامه قرار میگیره یا قسمت نازکش. خب حالا این به عنوان یک تخم مرغ اگر شما در نظرش بگیرید، پس قسمت کلفتش میفته به سمت عقب، قسمت تیزش میفته به سمت جلو. این شکلیه. اما یک کیسه کلاه مانندی ما داریم که من با رنگ سبز روشن، نه با آبی روشن اشاره میکنم بهش. اینجا این میشه کیسه کلاه مانند. این کیسه کلاه مانند رو بهش میگن تارکتن یا بهش میگن آکروزوم. تارکتن، پس توصیفش رو بخوام بنویسم کیسه کلاه مانند. آیا تمام هسته رو پوشونده؟ نه خیر، قسمت جلوییشو، بخش عمده‌ایشو، ولی قسمت جلوییشو پوشونده، اون تهای هسته رو نپوشونده. خب تارک یعنی چی؟ نمیدونم شنیده باشین توی ادبیات یا نه، فکر کنم شنیده باشین که مثلا میگن بر تارک مثلا تاج آن نگینی میدرخشد، همچین اصطلاحاتی نمیدونم شنیدین یا نه. تارک یعنی نوک، معنیش اینه. تارک یعنی نوک. خب تن هم که یعنی جسم، میدونید تن جسم. تارکتن یعنی یک جسمی که در نوک اسپرم دیده میشه، معنیش اینه. تارکتن اسمش از اینجا اومده. خب میگه تارک الصلا، نه اون تارکه، تارک با تارک از ریشه ترک میاد و کلمه عربیه. خب به معنی ترک کردن و کنار گذاشتن. تارک الصلا یعنی نمازشو کنار گذاشتن. تارک به معنی نوکه. دوتا با هم فرق داره. حالا همه اینا مثل هم نیست. پس حالا این تارکتن یا اسم خارجیش میشه آکروزوم. نکتهش اینه، یعنی اسمش اینجا اومده که در جلوه دیگه، بر نوک اون اسپرم قراره، اون جلوه. موقعی که اسپرم میخواد بره لقاح بده با تخمک، لحظه‌ای که میره لقاح بده فشار میاد به این قسمت سر و پاره میشه و این تارکتن پاره میشه و محتویات آنزیمی خودش رو میریزه بیرون. الان خروج آنزیم ها از تارکتن با پاره شدنه، یعنی استکاک باعث میشه پاره بشه بریزه بیرون و یعنی خارج شدن محتویاتش با صرف ATP نیست، به روش فعال نیست، با برونرانی نیست، جر میخوره میریزه بیرون. شبیه این کجا داشتیم که یک کیسه جر بخوره محتویاتش بریزه بیرون؟ کجا داشتیم شبیهشو؟ آفرین، ماهبد درست میگه، ایلیا درست میگه، مجتبی، اسرا درست میگه، باریکالله. مثل هیستامینی که از ماستوسیت تو التهاب آزاد میشد. اونجا هم جر میخورد میریخ بیرون. اینجا هم تارکتن جر میخوره، آنزیم‌های داخلش میرزه بیرون. حالا چه آنزیم‌هایی داخلشه؟ آنزیم‌هایی که داخلشه برای تجزیه یک گلیکوپروتئینی هست و بنابراین آنزیمایی که داخلشه میشه کربوهیدراز و پروتئاز، چون گلیکو و پروتئین میخواد تجزیه کنه. خب پس من میمیسم کیسه کلاه مانند حاوی کربوهیدراز و پروتئاز. کیسه کلاه مانند حاوی کربوهیدراز و پروتئاز. خب یه مقدار کمی هم سیتوپلاسم اینجاست آقا. اینجا یه مقدار کمی هم سیتوپلاسم اینجاها وجود داره، این اطراف، این دور و اطراف مقدار کمی سیتوپلاسم وجود داره. پس من اشاره میکنم مثلا اندکی سیتوپلاسم. خب در سیتوپلاسم از واکنش‌های مربوط به تولید انرژی کدومش انجام میشه؟ در سیتوپلاسم از واکنش‌های مربوط به تولید انرژی ببین کدومش انجام میشه؟ من این پد موسو بیارم این و
آفرین، قندکاف، باریکالله. یعنی جای قندکافتش اینجا تو سره. خب پس اندکی سیتوپلاست نتیجه محل قندکافتشه. یادتون باشه قندکاف که از گام 2 داشت. دلیل اینکه قندکاف از گام 2 داشت این بود که قند مصرفی زامه فروکتوزه، گلوکوز نیست و بنابراین گام 1 رو سوسکی رد میکنه، 2 تا ATP هم جلو میفته، از فروکتوز شروع میکنه. گام 2 و 3 و 4 رو داره. این گام ها رو انجام میده، پیروات تولید میشه. پیرواتی که تولید میشه میفرسته توی قسمت تنه. پیرواتی که تولید میشه میفرسته تو قسمت تنه. توی قسمت تنه راکیزه داره، یعنی پیروات مقصدش ایاتون باشه میشد راکیزه دیگه، میفرستادش داخل قسمت تنه که بره اونجا. خب اما در مرز بین سر و تنه شما ساختاری میبینید که با رنگ سبز کشیده و من اومدم با سبز بکشم، یهو دیدم نارنجی. با رنگ سبز میکشم. اینه و اینه، 2 استوانه عمود برهم شما میبینید. به نظرتون چیه این 2 استوانه عمود برهم؟ آفرین، میانک ها یا سانتریول ها. پس اشاره میکنم اینجا شما میتونید میانک ها رو ببینید. در مرز سر و تنه است. حالا اگر یک طراح یزیدی گیر داد که حالا آخر بگیریمش جزء سر یا تنه، شما بگیر جزء سر. اگر خیلی گیر داد بگیر جزء سر. چون ما گفتیم سیتوپلاست جزء سره، پس میانک هم جزء سره. میدونی وقتی سیتوپلاست جزء سره، میانک هم جزء اندامک‌های داخل سیتوپلاست جزء سر پس محسوبش میکنیم. اوکی. خب توی قسمت تنه شما راکیزه ها رو دارید. راکیزه ها اندازه های متفاوتی دارن و به شکل موازی با هم مورب پارک کردن. دیدی خودروها کنار خیابون که میخوان پارک کنن جا بشه، میان اینجوری، یه ماشین اینجوری پارک میکنه، بعدی اینجوری، بعد اینجوری، اینجوری جا شدن اینها در داخل اون فضا بیشتر میشه، یعنی باعث گنجایش تعداد بیشتری راکیزه میشه. پس راکیزه ها به شکل مورب و به شکل موازی قرار گرفتن. اوکی، راکیزه ها می‌نویسم مورب موازی. خب اندازه ها هم که مختلف، واقعا گفتن نه، اندازه های مختلف. یه شکل دیگه ای از کتاب درسی بود که در داخل اون یک سلولی کشیده بود که اونم چندین راکیزه با اندازه های مختلف و موازی با هم داشت. اگر گفتی چه سلولی بود که اونم راکیزه های متعددی داشت که با هم موازی بودن؟ آفرین، امیررضا خزایی، باریکالله، دمت گرم. نیما اسم فامیلیت رفت دیگه نشد، محمد نوید، باریکالله. آقا میشه نفرون، گردیزه. خب یاخته های مال لوله پیچ خورده نزدیک در داخل گردیزه اونا هم این شکلی بودن. بریم سراغ کتاب درسی کو اشتباه دارم میرم. آقا این فولدر برو. آها، کتاب درسی 10/5. بله کوشی ایناهاش. بیا آقا، یاخته های ریسپورزدار در لوله پیچ خورده نزدیک، اونم راکیزه هایی داره موازی با هم قرار گرفتن، تعدادشون هم خوب زیاده، اندازه‌شون هم مختلفه. خوراک مقایسه میتونه این 2 تا سلول رو بیاره و به شما بگه که آقا در کتاب درسی 2 تا یافته‌ای هست که این 2 تا راکیزه‌های زیادی دارن، راکیزه‌هاشون هم با هم دیگه موازی با اندازه‌های مختلفه. حالا اون 2 تا رو با هم بریم مقایسه کنیم. میتونه اینجوری از اون 2 تا سلول با هم دیگه مقایسه‌ای به شما سوال بده. خب یه چیزی که هست باز در کتاب جدید، قیافه این عکس مال زامه عوض شده این. و اگر نگاه کنید اومده این راکیزه ها رو یه جوری به هم چسبونده که بعضیا اشتباهاً فکر میکنن که این یک راکیزه پیچ پیچیه. بعضیا اشتباهاً فکر میکنن یک راکیزه پیچ پیچی. اشتباه ها، درست نیست. خب اینجا هم اگر نگاه کنید نوشته تعداد زیادی راکیزه، نگفته یه دونه راکیزه مارپیچ. ولی چون طراحان تست بعضیا نمیفهمن، اگر اومد به شما گفت که یک راکیزه مارپیچ داره، تعجب نکنید و سعی کنید درست بگیرید. یعنی اگر گزینه درست دیگه نبود میشه این گزینه رو درست گرفت که به شما بگن یک راکیزه پیچ پیچی داره. گرچه جالب نیست ولی خب دیگه کار دیگه از دستمون بر نمیاد. خب بریم اینجا قسمت دم رو ببینیم. در قسمت دم شما ریزلوله پروتئینی داری. یعنی الان این وسط ریزلوله پروتئینیه. خب این وسط ریزلوله پروتئینیه.
و این ریزلوله پروتئین با غشا احاطه شده اینجا دیگه میزنه بیرون، یعنی اینجا غشا تموم میشه. میبینی غشا الان دورشو گرفته تا اینجا دیگه غشا تموم میشه، نوک ریزلوله پروتئینی میزنه بیرون. پس این چیه؟ ریزلوله پروتئینی. خب این دم یه تاژکه که میتونه با حرکت خودش باعث حرکت زامه به سمت جلو بشه، یعنی اینجوری مثل دم ماهی اینجوری چپ و راست میشه. دم ماهی دیدین اینجوریه دیگه. بعد تاژکه پس یعنی اینجوری که میزنه اسپرم میره جلو. کاری که انجام میده اینه. خب ATP میخواد، ATP شو راکیزه بهش میده. این همه راکیزه برای این داره که ATP درست کنن که این تاژک بتونه ATP ها رو مصرف کنه و به سمت جلو حرکت کنه. یک جهته هم حرکت میکنه، یعنی اسپرم دنده عقب نداره، کلا فقط میره جلو. کلا هدفش اینه که بره برسه به تخمک هر چه زودتر، اصلا نیازی به دنده عقب رفتن نداره و کلا باید به سمت جلو حرکت بکنه. تاژکش هم با این حرکتی که خودش میکنه خمیدگی درش ایجاد میشه، اینجوری این دم به ماهی میزنه و اون رو به سمت جلو حرکت میده. اما جمع‌بندی ریزلوله های پروتئینی، ما 4 جا ریزلوله پروتئینی داریم. یکی شد تاژک اسپرم، 3 تا جای دیگه بگو. یکی شد تاژک اسپرم، 3 تا جای دیگه. مثلا مهسا میگه یکی میشه ریزلوله های مال اسکلت یاخته. آفرین. دیگه میانک. آفرین. دیگه دوک تقسیم. آفرین. خوبه، بریم جمع بندیشو بس بنویسیم. اینجا میمیسم ریزلوله های پروتئینی. شما ریزلوله های پروتئینی در زیست شناسی این 4 جا بحثشو دارید. یکی میشه تاژک زامه، یکی میشه میانک یا همون سانتریول، یکی میشه اسکلت یاخته‌ای و یکی هم میشه دوک تقسیم. بنویس این 4 جا شما میانک، سانتریول، تاژک زامه، اسکلت یاخته‌ای و دوک تقسیم، این 4 جا شما میتونید ریزلوله پروتئینی ببینید. خب اوکی، بریم متنشو بخونیم. نوشته ساختار زامه. زامه ها 3 قسمت دارن به نام های سر، تنه و دم. طویل ترینش دم، کوچیک ترینش تنه است، ولی سر با تنه یکم فقط سر بزرگتره. سر حاوی یک هسته بزرگه که میسم تخم مرغیه، دوکی هم بگن درسته. مقداری سیتوپلاست داره، مقداری اندک، یه اندک می نویسم. و کیسه پر از آنزیم. کیسه پر از آنزیم تعبیرش میشه تارکتن یا آکروزوم. تارکتن یه تعبیر دیگه هم که داره کلاه مانند بودنشه، این هم یه تعبیر دیگه شه. آدرسش هم که در جلوی هسته است. گفتیم یه بخشی از هسته رو میپوشونه و نه به طور کامل. خب میگه که آنزیم ها به زامه کمک میکنن تا آنزیم ها دیگه جمع بسته به زامه کمک میکنن تا بتونه به گامت ماده یا تخمک نفوذ کنه. آنزیم هاش هم که گفتم چون میخواد به یک لایه گلیکوپروتئینی نفوذ کنه میشه کربوهیدراز پروتئاز. کربوهیدراز و پروتئاز، چون بعداً در یک گلیکوپروتئینی میخواد نفوذ بکنه. در قسمت تنه یا به عبارتی قطعه میانی هم بهش میگن، تعداد زیادی راکیزه یا میتوکندری وجود داره. من یه ها عمدن مینویسم که یادتون بمونه، باید جمعش ببندید. یه دونه راکیزه نیست، چندین تا هستش. خب و میگه به نظر شما وجود راکیزه زیاد چه اهمیتی دارد؟ میگم تولید ATP برای مصرف تاژک. تولید ATP برای مصرف تاژک. و در نهایت هم در مورد دم میگه که دم با حرکات خود زامه را به جلو میرانه. گفتم دنده عقب نداره اسپرم، فقط به سمت جلو حرکت میکنه. یه چیز دیگه ای که باید بدونید بچه‌ها، اینو من برای اطلاعات خودتون میگم، برای اینکه درس رو نخواهید فقط توتیوار حفظ کنید. زمانی که زامه تولید میشد در داخل لوله زامه ساز هنوز توانایی حرکتی نداشت. علتش این بود که این میانک مثل فرمونه، خب باید وصل بشه به چرخ. چرخ چیه؟ تاژکه دیگه. این یعنی فرمون باید به چرخ وصل بشه، بتونی فرمون بدی حرکت کنی. زمانی که اولش زامه تولید میشه این فرمون به این چرخ وصل نیست، خب میره در داخل قسمت برخاک میمونه، ارتباطاتی از این به این برقرار میشن، اینا به هم وصل میشن انگار. و وقتی به هم دیگه وصل شدن این باعث میشه که بتونه میانک حرکت تاژک رو جهت دهی کنه، یعنی اسپرم بتونه به اون جهت که دلش میخواد حرکت بکنه.
و این کار حدود 18 ساعت طول میکشه که اینجوری زامه بالغ میشه. یعنی فرق بین زامه‌ای که بالغه و نابالغ حقیقتا اینه که ارتباط بین این میانک‌ها با اون تاژکه برقرار بشه. این کار حدود 18 ساعت طول میکشه، اینه که باعث بلوغ زامه میشه. خب از ساختار زامه یک مدت زیادیه که تست نداده و یه بار که یه تست جالبی ازش داده سال 97 بوده که من الان باید اون رو بیارم شما ببینید. خب پیداش کنم، اینه سوال 170. میگه چند مورد در ارتباط با نوعی ساختار سلولی بدون غشا که در اسپرم یک فرد سالم یافت میشود صحیح است. یادت چی میافتید ساختار سلولی بدون غشا در اسپرم فرد سالم؟ می کنکور ارسطو. یادت چی میافتید؟ ریزلوله خوب بود، میانک خوب بود. آره میدونی چیه؟ 3 تا چیز ممکنه به ذهن تو برسه. خیلی خفن طراحی شده سوال. خب ممکنه تو اگر حالا خیلی ساده و زیبا بخوای فکر کنی، اولین چیزی که بهش فکر کنی میشه انتهای تاژک دیگه. یعنی دقیقاً از روی شکل بخوای بگی، تو اولین حرفی که باید بزنی باید بگی انتهای تاژک. حالا میتونی با این بری سوالو حل کنی. شاید هم تو به جای انتهای تاژک بیای میانک رو در نظر بگیری، شاید هم تو به جز میانک بیای حتی رناتن رو در نظر. این دیگه فکر آدمای پیچیده است. میدونی من این فکر رو دوست ندارم. من فکر ساده تر رو دوست دارم. بهترین فکر انتهای تاژکه. حالا مقام بعدی میانک. حالا دیگه خیلی بخوای پیچیده فکر کنی رناتن. یک شو میگیرم حل میکنم. من میام با انتهای تاژک حل میکنم. میگه انتهای تاژک در پایداری غشای هسته نقش دارد. ببین انتهای تاژک از جنس ریزلوله پروتئینیه. این ریزلوله های پروتئینی رو اگر من تعبیر کنم به طور کلی، یعنی این چه بگم انتهای تاژک چه میانک، بگم ریزلوله پروتئینی، میتونم بگم که این ریزلوله پروتئینی اسکلت یافته‌ای رو هم تشکیل میده. و اسکلت یافته‌ای هم در پایداری غشای هسته نقش دارد، تاثیر دارد. باید سعی کنم درست بگیرم. نقش دارد. اسکلت ریزلوله پروتئینی نقش دارد در پایداری هسته. دوک تقسیم را ایجاد می‌کند. خب اصلا اسپرم که تقسیم نمیشه، پس این گزینه سرکاریه. در ساختار خود فاقد پیوند پپتیدی است. خب اینا هرچی باشن از جنس پروتئینن، پس در ساختار خود دارای پیوند پپتیدی است. پس من اینو هم رد میکنم. میگه میتواند درون بخش غشادار مجزا یافت شود. تو اگر اینو بگیری میتونی بگی آقا همین ریزلوله‌های پروتئینی که الان تو دم من گرفتم میتونن تو سر هم یافت بشن به عنوان میانک. پس اینو درست بگیری. بعضیا حالا گفتم کلا پیچیده فکر می‌کنن رناتن میگن. رناتن هم بگیرید سوال جوابش همین میشه، فرقی نداره. شما رناتن هم بگیرید، رناتن به هر حال با پروتئینایی که میسازه در پایداری هسته نقش داره قطعاً. رناتن دوک تقسیم نمیتونه تو اسپرم ایجاد کنه چون اسپرم اصلا تقسیم نمیشه. رناتن تو خودش پروتئین داره پس دارای پیوندهای پپتیدیه. رناتن هم باز میتونه در یک بخش مجزا یافت شه. یعنی شما رناتن اگه گرفتی، رناتن رو تو سر گرفتی که سیتوپلاست داشته، رناتن میتونه تو تنه هم پیدا بشه که میتوکندری داره، داخل اون رناتن وجود داره. یعنی خیلی سوال حرفه‌ای طراحی شده. به هر حال جوابش میشه 2. یعنی یارو نشسته به این فکر کرده که دانش آموز چی ممکنه بگیره، هر چی رو بگیره جوابشو گذاشته تو گزینه‌ها، جوابش یکیشه. خیلی حرفه‌ای فکر کرده، واقعا سوالو تمیز درست کرده. به هر حال جوابش میشه گزینه 2 که حالا حلش کردم که ببینیدش. خب خوبه، اینم از این. میگه بار دیگه هم توضیح بده. چشم. ببین من میگم بیا اینا رو ولش کنیم، ساده فکر کنیم آقا، ساده. خب ما ساختار بدون غشا که در اسپرم میتونه باشه گرفتیم انتهای تاژک دیگه، خودمون با چش دیدیم انتهای تاژک. جنسش چیه؟ ریزلوله پروتئینی. میگه ریزلوله های پروتئینی در پایداری هسته نقش دارن. درسته، کلا نقش دارن که تو باید سعی کنی درست بگیری. ریزلوله های پروتئینی هم چون جزء اسکلت یافته‌ای هستن، کلا در قسمت‌های مختلف سلول پیدا میشن و در پایداری هستن، پس طبیعتا نقش دارن. دوک تقسیم اصلا اسپرم نداره چون اسپرم تو جی صفره. اصلا اسپرم تو جی صفر توانای تقسیمی نداره. میگه که ریزلوله پروتئینی در ساختار خود فاقد پیوند پپتیدی است. خب ریزلوله پروتئینیه ها، مثلا پروتئین به هر حال دارای پیوند پپتیدی است. و میگه ریزلوله پروتئینی میتواند درون بخش دیگری هم یافت بشه، درون بخش غشادار مجزا یا بخش غشادار دیگه هم یافت بشه. من الان دارم اون ریزلوله که انتهای تاژک هست رو تعبیر میکنم. خب بله، ریزلوله مثلا تو میانک هم دارم، تو قسمت سر هم دارم. پس جوابش میشه 2 مورد، الفش و دالش. خیلی خوب. آره طراح قاعدتا ساده فکر میکنه و همون ته اسپرم رو میگیره دیگه، اونم سعی میکنه ساده فکر بکنه. سوال مال ساختار زامه هم حل کردم، اینا رو هم که جلسه قبل خدمتتون عرض کردم دیگه. این داستان مایع منی و اینا رو هم که اون بار گفتم. بریم فعالیت رو بخونیم. میگه با توجه به ترکیب مایع منی
که الان ما میفهمیم مایع منی یعنی چی. مایع منی یعنی مجموع ترشحات سن و غده دیگه، کیسه منی و پروستات و پیازی میزای، خود زامه جزش نیست. و وجود تعداد زیادی زامه در آن، یعنی منظورش اینه مایع منی دور زامه ها رو گرفته، خود زامه ها جز مایع منی نیستن. برای جلوگیری از بعضی از بیماری ها مثل عفونت یا التهاب پروستات چه نکات بهداشتی رو باید رعایت کرد؟ بچه‌ها به هر حال مایع منی توش فروکتوزه و این فروکتوز چون نوعی قنده، بازم بعضی باکتری ها این فروکتوزه رو دوستش دارن و میرن ازش تغذیه میکنن. پس اگر آدم بهداشت رو رعایت نکنه، این باعث میشه که باکتری ها بتونن وارد مجرای میزراه بشن، برن از اونجا خودشون رو به پروستات برسونن و در اون قسمت التهاب و عفونت پروستات ایجاد کنن، یعنی رشد باکتری ها رخ بده. پس یعنی آدم باید بهداشت رو رعایت بکنه. مثلا شخص وقتی میره دستشویی بعدش باید خودش رو قشنگ تمیز بشوره، به خاطر اینکه این باکتری ها نرن اونجا رشد بکنن و باعث عفونت یا التهاب پروستات بشن. خب اما در مورد هورمون ها که فعالیت دستگاه تولید مثل رو در مرد تنظیم میکنن، الان میخوام لیست اون هورمون ها رو بنویسم. اینجا جلوش مینویسم هورمون ها که فعالیت دستگاه تولید مثل مرد رو تنظیم میکنن. از بالا بخوام شروع بکنم، آزاد کننده داریم، مهار کننده داریم، FSH داریم، LH داریم، تستوسترون و یه دونه دیگه. اگه گفتی آفرین، اصلا پیشاپیش فاطمه و مهتا و امیرحسین اینا نوشتن، من رضام نوشته، باریکلا، روژین، احسن. آقا میشه پرولاکتین، میشه پرولاکتین. یادتون باشه پرولاکتین هم در دستگاه تولید مثل مرد تاثیر داشت. پرولاکتین اثر واقعیش چی بود؟ رو پروستات اثر میکرد. ولی گفتم طراحان تست در این حد علمشو ندارن و نمیفهمن و بنابراین اگر به شما گفتم پرولاکتین روی نمیدونم سلول سرتولی اثر میکنه، پرولاکتین روی زامزا، روی زامیاخته اولیه، ثانویه، زامیاختک، زامه اینا اثر میکنه، تو اوکی باش، کلا درست بگیر. یعنی اونا نمیفهمن که کجا اثر میکنه، هر جایی از مراسم تولید اسپرم رو گفتن تو اوکی باش باهاش و درست بگیر، بگو بله پرولاکتین کلا در دستگاه تولید مثلی مرد اثر میکنه. فکر کنم در این حد یادتون میاد که FSH و LH با هم یه آزاد کننده مشترک و یه مهار کننده مشترک داشتن و آزاد کننده که میره بالا FSH LH با هم میره بالا، مهار کننده که میره بالا FSH با هم میاد پایین. اینو فکر میکنم یادتون باشه. خب این عکس اینجا رو بریم نگاه کنیم. اینجا هیپوتالاموس رو کشیده، گفته هورمون آزاد کننده یا خودش ترشح میکنه که یه دونه است. این خودش باعث میشه هم FSH بره بالا هم LH. FSH اثر میکرد بر روی یاخته سرتولی. الان اگه نگاه کنید FSH رو دیواره اثرش رو کشیده. پس من اینجا می‌نویسم سرتولی. FSH اثر میکرد بر روی سرتولی. ولی LH اثر میکرد بر روی یاخته بینابینی که یاخته‌های بینابینی یه حال دوکی شکل یا تخم مرغی شکل یا مثلثی شکل، هم حتی بگید اوکیه، داشتن. LH روی اونا اثر میکنه. LH که روی اینا اثر میکنه، اینا تستوسترون ترشح میکردن. خب پس هرچی LH بالاتر بره تستوسترون بالاتر میره، بدن میفهمه که دیگه بسه، دیگه نمیخواد LH ترشح کنه. پس به عبارتی تنظیم بازخوردیش از نوع منفیه. یعنی وقتی تستوسترون تو خون زیاد میشه، هم گیرنده تو هیپوفیز پیشین داره و هم گیرنده اصلا توی هیپوتالاموس داره، میره روی هر دوی اونا اثر تنظیم بازخوردی منفی میذاره. پس نگاه اینجوری شد، آزاد کننده میاد LH رو زیاد میکنه، LH میاد تستوسترون رو زیاد میکنه، تستوسترون که زیاد شد آزاد کننده و LH کم میشن که این میشه تنظیم بازخوردی منفی. اتفاقی که افتاده به این شکله، باعث تنظیم بازخوردی منفی شده. یه چیز عجیبی که توی این تصویر وجود داره اینه که زامه رو جزو دیواره گرفته، زامه رو جزو دیواره لوله زامه ساز گرفته. خب این واقعا درست و علمی نیست، ولی چون تو شکل کتاب وجود داره، اگر یه موقعی مجبور باشید میتونید زامه رو جزو سلولای دیواره لوله زامه ساز هم در نظر بگیرید. مثلا اگر در یک تستی اومد 4 تا گزینه گذاشت، یکی از گزینه‌هاش این بود که بعضی از سلولای دیواره لوله زامه ساز حالت کشیده دارن و دارای قسمت سر و تنه و دم و این حرفا، و شما گزینه دیگه‌ای برای درست گرفتن نداشتید، میتونید اینو درست بگیرید. دیگه چیکار میشه کرد؟ دیگه عکس کتاب بوده، زامه رو جزو دیواره گرفته. مجبور بشیم میگیریم، خیلی درست و علمی نیست، ولی اگه مجبور بشیم میتونیم اون رو مد نظر قرار بدیم. خب بریم دیگه مطالعه کنیم. همونطور که در فصل‌های قبل خواندید، از بخش پیشین زیرمغزی، یعنی همون هیپوفیز دیگه، از بخش پیشین هیپوفیز 2 هورمون محرک غدد جنسی ترشح میشن به اسمای FSH و LH.
اسم این هورمونا رو از فعالیتشون در جنس ماده گذاشتن، یعنی گفتن هورمون محرک فولیکولی، هورمون لوتئینی کننده، اینا رو از بدن زن اولین بار کشف کردن، اسماشو گذاشتن. ولی بعدها فهمیدن که وجود آنها برای فعالیت دستگاه توماس در مرد نیز ضروری هست، یعنی فقط تو زنها نداریم و تو مردا هم FSH وجود داره. در مردان FSH روی یاخته سرتولی اثر میکنه تا بتونه تمایز زامه ها رو تسهیل کنه. حالا اون سرتولیه چجوری تمایز زامه ها رو تسهیل میکرد؟ میگه FSH روی یافته‌های سرتولی اثر میکنه، اونا رو تحریک کنه تا تمایز زامه ها رو تسهیل کنه. چجوری باعث میشه که تمایز زامه ها رو تسهیل کنه؟ بگیم ببینم. آفرین، به کمک پیک‌های کوتاه و باریکلا. پس این تمایز زامه ها میسن به کمک پیک‌های کوتاه برد. به کمک پیک‌های کوتاه برد. خب LH چی کار میکنه؟ LH یافته‌های بینابینی رو تحریک میکنه تا هورمون تستوسترون رو ترشح کنن. همونطور که میدونید تستوسترون یه صفات اولیه جنسی ایجاد میکنه، یه صفات ثانویه جنسی ایجاد میکنه. خب الان اینجا توضیح داده که گفته تستوسترون باعث هم رشد اندام جنسی میشه، اندام جنسی بزرگ میشه، و هم باعث زامه‌زایی. تا اینجا میشه صفات اولیه. بعد میگه باعث بروز صفات ثانویه هم در مردان میشود، مثل بم شدن صدا، رویدن مو در صورت و قسمت‌های دیگر بدن، رشد مایچه‌ها و استخوان‌ها. خب پس یعنی کجاها میتونه اثر کنه؟ بم شدن صدا، مثلا پرده‌های صوتی، یعنی در پرده‌های صوتی گیرنده داره بچه‌ها تستوسترون، میره اونجا اثر میکنه، صدای آدم کلفت میشه. رویدن مو در صورت، یعنی در اپیدرم پوست گیرنده داره. اپیدرم پوست پیاز مو داشت دیگه، روی اون میره اثر میکنه، رویش اون موهای اپیدرم پوست صورت رو زیاد میکنه، و همچنین قسمت‌های دیگر بدن، مثلا زیر بغل، مثلا اینجا رو قفسه سینه پسرها مو در میارن دیگه زمانی که بالغ میشن. خب و همچنین رشد مایچه ها و استخوان‌ها که دیگه خودش معلومه دیگه، یعنی در مایچه و در استخوان هم گیرنده داره. کلا اینجوریه که پسرها توی سن رشدشون که هستن تا 20 سال تا حدود 14-15 خیلی رشد چندانی علاوه قدی نمی‌کنن، قدشون کوتاهه، ولی میرسن به حدود 15 یهو قد میکشن تا 20 سال، چون در این بازه زمانی 15 تا 20 سال هم هورمون رشد رو دارن، هم هورمون تستوسترون. این دوتا در کنار هم باعث افزایش شدید طول قد میشه. یعنی مثلا اگر یه دختری باشه حدود مثلا فرض کن 14 ساله، یه داداشی داره کوچولوتر خودش مثلا 13 ساله، اینا تا سن مثلا 14 13 اینجوری که دختره بلندتره، میرسن به 15 16 اینجوری میشه که پسره یهو قد میکشه و از اون خواهر خودش بلندتر میشه. اینجوریه. میگه آره اصطلاحا میگن استخون ترکونده پسر. آره همینطوره. و بعدم که میگه تنظیم میزان ترشح این هورمون ها با سازوکار بازخورد منفی انجام میشود. یعنی من گفتم که تستوسترون وقتی زیاد میشه باعث میشه که هم FSH کم بشن، هم باعث میشه آزاد کننده کم بشه. یعنی اینجوریه. من میخوام بنویسمش، بازخورد منفی رو اینجوری مینوشتیم، میگفتیم از یه هورمون شروع کنیم مثلا آزاد کننده، فلش اینو رو به بالا میکشیم، انقدر ادامه میدیم تا برسیم دوباره به آزاد کننده با فلش رو به پایین. خب آزاد کننده باعث میشه که FSH و LH زیاد بشن، بعد از بین اینها LH اثر بر سلول بینابینی میکنه، باعث میشه تستوسترون زیاد بشه، و اون تستوسترون که زیاد شد اثر میکنه بر روی هیپوتالاموس، باعث میشه که آزاد کننده کم بشه. وقتی این اتفاق میفته شما میتونی بگی تنظیم بازخوردی منفی رخ داده، چون از یه هورمونی با فلش رو به بالا شروع کردی، به همون هورمون با فلش رو به پایین رسیدی. گفتم اگر جهت هورمونه عوض بشه این نشون دهنده تنظیم بازخوردی منفیه که الان اینجا شما میتونید این رو ببینی. خب بذارین فکر کنم چیزی موند بخوام اینجا بگم. نه واقعا دیگه دستگاه توماسی مرد رو گفتیم. این شکلی هم که اینجا براتون کشیده، سلولایی که ترسیم کرده، بخوام نامگذاری کنم این میشه زامزا، این میشه زامیاخته اولیه، این میشه زامیاخته ثانویه. درستش این بود که اون بشه زامیاختک، ولی خودش اشاره کرده نوشته که زامه و بنابراین کار دیگه از دست ما بر نمیاد. خب دیگه هم حرفی برای گفتن نداریم. اوکی حله. اگر هم یه وقتی حالا خیلی گیر داد این سلول چیه، این سلول میشه سرتولی، ولی جالب نیست، ولی چیکار کنیم.
چیز دیگه نداریم. بریم سراغ دستگاه تولید مثل زن. قبل اینکه بخوام درس بدم اول یه رفع اشکال میکنم. اگر دستگاه تولید مثل مرد سوال دارید بپرسید، یه 10 تا سوال جواب بدم، بعدش میرم سراغ دستگاه تولید مثل زن. خب چرا زامنه‌آمیخته؟ اول اینجا روشنه دیگه، مهم نیست عروس سایزش باید بگی. هسته در حقیقت باید تیره تر باشه آرمین. خب ولی تو عکسه مهم نیست این برای ما سایزش مهمه. اینکه گنده تره زامنه‌آمیخته اولیه رو داره به شما نشون میده. آیا میتونیم بگیم LH و FSH غیر مستقیم رو اسپرم سازی هستن؟ آره دیگه سارینا، یعنی الان LH اثر کرد رو بینابین تستوسترون تولید شد، FSH اثر کرد برای سرتولی پکا کوتاه‌بر تولید شد، این دوتا با هم دیگه باعث زامنه سازی شدن. بله دیگه بدن زن تستوسترون نداره که خب اینو ما تو فصل 4 که توضیح دادیم، گفتیم که در قسمت غدد فوق کلیه در هر مردی، زنی، بچه‌ای، پیرزنی، پیرمردی ترشح استروژن، پروژسترون، تستوسترون به مقدار کم وجود داره. یعنی شما از یک پیرزن برید نمونه خون بگیری یکم تستوسترون تو خونشه. چرا؟ چون فوق کلیه‌اش تولید کرده. درسته؟ و در هر سنی و در هر جنسی داریم هم استروژن هم پروژسترون هم تستوسترون ما در داخل خون داریم. خب دیگه اکسیتوسین گیرندش تو مغز کوروش، گیرندش تو مغز، نه تو دستگاه تولید مثل مرد. زامنه‌آمیخته اولیه هسته فشرده داره. ایمان تقوی جلسه قبل تست ازش حل کردم و این سوالو تو نباید من بپرسی. جلسه قبل من این تست رو ازش حل کردم. یه لحظه بیارم. 1400 گفته همه یافته‌هایی که فامتن همتا دارن که این زامنه‌آمیخته اولیه که تو میپرسی جزء بشه، هسته غیر فشرده دارن، درست گرفتم. و به یافته‌های دیگه هم متصل هستن، درست گرفتم. جوابشو گزینه 4 هسته غیر فشرده دارن. اینو در جلسه گذشته بنده توضیح دادم. زامنه‌آمیخته جزء دیواره که بدیهیه که هست دیگه، واضحه. زامنه‌آمیخته تنه نداره؟ نه نداره، زامه تنه داره. تألیف جزء کجا هستی؟ در دست تألیفه دیگه. حالا چیزای فرعی نباشه، سوال علمی بپرسیم بچه‌ها. ترشح شیررنگ فقط پروستات بگین. آره محمد امین، فقط پروستات رو در نظر میگیریم دیگه. عقیم شدن چگونه است؟ حالا جلوتر داریم توی بحثمون توضیح میدیم که چگونه است. آیا میتونیم بگیم قندکاف در اسپرم بازده بالاتر؟ آریا درست میگی، به خاطر اینکه انگار دیگه اون هزینه اولیه که 2 تا ATP بود نداره، فقط 4 تا ATP سودشو داره. پس انگار 2 تا ATP از سلول‌های عادی بدن جلوتر اسپرم و بله انگار بازدهش بیشتره، میشه این رو گفت. حالا مثلا رویام همینو پرسیده بود که بله یعنی بازدهش بیشتره. در مورد ترمیم معدلم صحبت کن، آخرش براتون میگم. باشه آخرش براتون میگم. الان فعلا درس گوش کنید بچه‌ها. پیک کوتاه‌بر سرتوی چی بود که جلسه قبل توضیح دادم دیگه نمیگم دوباره. آیا فقط کیسه منی اسفنجیه؟ نه، هم کیسه منی اسفنجی بود هم پروستات، جفتشون یه حالت سوراخی داشتن. خب بریم سراغ ادامه درسمون. یه سیو بزنم چیزهایی که تا الان نوشتم نپرند. این سیو حل. خب حالا میخوایم در مورد دستگاه تولید مثل زن صحبت بکنیم. در کتاب جدید 11 ها که برای سال بعد شماست، دستگاه تولید مثل زن خیلی تغییرات زیادی داشته درسش و باز دوباره من سعی میکنم که در کنار درسی که بهتون میدم اون نکاتی هم که مربوط به اونجا هم هست بهتون بگم که حالا اگر طراح دوباره این نامردی رو کرد و از دستگاه تولید مثل زن سال بعد به شما سوال داد، شما بازم بتونید قادر به حل اون سوال باشید. این تصویری که اینجا کشیده، من مثل مرد که توضیح میدادم میام یه خط اینجوری میکشم، بالای این میشه درون محوطه شکمی و پایین این میشه خارج از محوطه شکمی. همونطور که میبینید دستگاه تولید مثلی در زن میفته توی محوطه شکمی، یعنی مثل مرد نیست که کیسه بیضه در خارج از محوطه شکمی بود، کلا میفته در درون محوطه شکمی. در دستگاه تولید مثلی زن اون وسط شما یک اندام گلابی شکلی دارید، مثل یک گلابی برعکس در نظرش میگن، یعنی میگن ببین اینجوریه، مثلا این گلابی، مثلا برگ گلابی اینجاست، این گلابی برعکس در نظرش میگیرن. اندام گلابی شکل رو در نظر میگیرن. رحم هست. این رحم بچه‌ها دارای چند تا بخشه. این که میشه فضای اصلی و دیواره اصلیش. همونطور که میبینید یه دیواره بالایی داره که خیلی ضخیمه، 2 تا دیواره کناری داره که اینا به نسبت اون نازکترن و ضخیمترین قسمتش هم کلا میشه این پایینه که بهش میگن گردن رحم. این گردن رحم کلا از همه جاش ضخیمتره. الان بهش اشاره میکنم، مینویسم. این تیکه ها رو بهش میگن گردن رحم.
گردن رحم از همه جا ضخامت دیوارش بیشتره، به جاش فضای درونیش خب از همه جا کمتره. یعنی به شما بگن کدوم قسمت از رحم هست که کمترین فضای درونی داره، میشه اونجا که دیوارش همه جا ضخیم‌تره دیگه، میشه قسمت گردن رحم خیلی فضای داخلی محدودی داره. خب سطح داخلی رحم یک لایه مخاطی پوشونده که من الان با یه رنگ زرد رنگ بهش اشاره میکنم. نگاه کنید اینجا این مخاط چین خورده که در سطح داخلی رحم شما دارید میبینید یک لایه مخاطیه. لایه مخاطی هر وقت ما میگیم یعنی بافت پوششی داره و آستر پیوندی سست هم داره، درسته؟ الان اینجا بافت پوششیش میشه مکعبی تک لایه و یه آستری هم داره از جنس بافت پیوندی سست. ما جلوتر که میریم این رو یه جایی تو کتاب میبینیم که الان خدمت شما نشون میدم. اینجا میبینیم توی این تصویر شما این بافت مکعبی تک لایه رو میبینید و اینم که زیرشه آستر پیوندی سست این رو هم میبینید. به جمع این بافت پوششی مکعبی تک لایه و اون آستر پیوندی سستی که در زیر اون قرار گرفته میگن دیواره داخلی رحم، یا اسم دیگهش اسم علمیش میشه آندومتر. دیواره داخلی رحم یا بهش آندومتر هم اصطلاحاً میگن. خب پس من الان برمیگردم اینجا و مینویسم این رو. الان اینی که اینجا اشاره کردم خدایا کجا بنویسم، جا نیست. این ور می‌نویسم، چاره ای نیست. به اینجا اشاره میکنم، به اینجا اشاره میکنم، می‌نویسم دیواره داخلی رحم شامل پوششی مکعبی تک لایه به اضافه آستر پیوندی سست. کلا هم دیواره داخلی رحم همونطور که می‌بینید چین خورده. اسم علمیش هم میگن آندومتر. آندومتر قبلا کلمش تو کتاب بوده، مثلا در کنکور هم حتی اومده، ولی بعداً دیگه حذف شده. ولی خب خوبه که شما بدونی، چون ممکنه طراح حواسش نباشه که این کلمه از کتاب حذف شده. اما در سطح داخلی گردن رحم شما این چین خوردگی های سطح داخلی آندومتر رو میبینید که حالت چین های حلقوی پیدا کرده، درسته؟ پس من اینجا می‌نویسم چین های حلقوی. چین خیلی بد نوشتم، دوباره می‌نویسم چین های حلقوی. خب ما چین های حلقوی توی زیست کجا دیگه داشتیم؟ بچه‌ها پیشاپیش نوشتن زهرا، مهدیه، اینا ایمان، آره نوشتن مثل روده آیسا نوشته، آره آفرین، مثل روده باریک. ما در روده باریک هم چین های حلقوی داشتیم، در سطح داخلی گردن رحم هم چین های حلقوی داریم. تا چند لحظه دیگه خواهید دید که در قسمت واژن هم ما چین های حلقوی داریم. حالا به این بعدش میرسم، فعلا دارم رحم درس میدم. پس رحم اندامی گلابی شکل و ماهیچه‌ایه. این اندام مثل گلابی برعکسه، یه فضای گنده‌ای در داخلش داره، یه دیوار ضخیم بالاش داره، دو تا دیوار نازک کنارهاش داره، یه دیوار خیلی ضخیم اون پایینش داره که به اصطلاح میگن گردن. فضای داخلش دیگه خیلی محدوده و چین‌های حلقوی توش دیده میشه. لایه داخلی رحم از جنس بافت مخاطی هست، یعنی پوششی مکعبی یک لایه داره با آستر پیوندی سست. لایه دیوارش که بیشترین ضخامت رو به هم در واقع به خودش اختصاص میده، لایه ماهیچه‌ایه. این لایه میانی داخل رحم ماهیچه‌ایه، ماهیچه صافه. این همون ماهیچه صافیه که گیرنده هورمون چی داره؟ این همون ماهیچه صافیه که گیرنده هورمون چی داره؟ اکسیتوسین. باریکالله. این همون ماهیچه صافیه که گیرنده هورمون اکسیتوسین داره، هنگام زایمان منقبض میشه بچه رو به دنیا بیاره. خب یه لایه بیرونی هم بچه‌ها سفید رنگ کشیده. این لایه بیرونیه که سفید رنگ براتون کشیده، من بهش اشاره میکنم، می‌نویسم، حالا بذار از اون ور اشاره کنم، بهش اشاره میکنم، می‌نویسم لایه بیرونی رحم پیوندی رشته‌ای یا همون متراکم هست. پس رحم هم مثلا قلب 3 لایه داره دیوارش. قلب اینجوری بود که یه درون شامه داشته، لایه ماهیچه‌ای یا لایه میانی داشت، یه دونه برون شامه داشت، درسته 3 لایه داشت. وسطی هم ضخیم‌تر بود. رحم هم همینجوریه، شبیه به قلبه، اینجوری که لایه درونیش دوباره بافت پوششی و پیوندی با همه و اینجوریه که ولی چین خورده، مثلا داخل قلب یه جای خاصی چین می‌خورد، دریچه ایجاد می‌کرد. لایه میانیش باز ماهیچه است، از این نظرم باز شبیه به قلب تقریبا، با این فرق که تو قلب
به جز ماهیچه توش یه قسمت بافت پیوندی متراکم داشت، دیگه این نداره و اون ماهیچه‌اش قلبی نیست، صافه. لایه بیرونی هم توی قسمت قلب میشد برون شامه که هم پوششی داشت هم پیوندی، اینجا فقط پیوندی داره. خلاصه یعنی خوراک مقایسه است دیگه، درونی ترین لایه رحم رو با درونی ترین لایه قلب، لایه میانی رحم رو با لایه میانی قلب، لایه بیرونی رحم رو با لایه بیرونی قلب بخوایم با هم مقایسه کنیم. از این نظر خوراک مقایسه است و شما میتونید این دوتا رو با هم حسابی مقایسه کنید. خب اما اینجا شما دارید تخمدان رو میبینید. تخمدان ها اندام های تخم مرغی شکلی هستن، غدد جنسی زن هستن، استروژن پروژسترون ترشح میکنن. خب ظاهر اونها همونطور که میبینید بخشای دارای برآمدگی هست که حالا این که چه چیزی باعث این برآمدگی شده رو جلوتر خدمت شما من تدریس میکنم که چه چیزی باعث شده. اینا به کمک تناب پیوندی ماهیچه‌ای وصل شدن به سطح خارجی رحم. این بهش میگن تناب پیوندی ماهیچه‌ای. الان اینجاهاش ماهیچه‌ایه، خب اینجاهاش پیوندیه دیگه، اینجوریه. تناب پیوندی ماهیچه‌ای، یه قسمت‌هاش ماهیچه‌ای، قسمت‌هاش پیوندی. پیوندیاش وصل به تخمدان، ماهیچه‌ایاش وصل به رحم. بعد کلاً هم بخش عمده‌ای از تنابه رو پیوندی تشکیل داده. پس من اینجا می‌نویسم که به این میگن تناب پیوندی ماهیچه‌ای. خب اینا بچه‌ها با سفاق پوشونده میشه. یعنی مثلا این تخمدان سفاق گرفتتش، تنابه رو سفاق گرفتتش، رحم رو سفاق گرفتتش، چون اینا داخل محوطه شکمی هستن با سفاق احاطه شدن. خب رحم از اون بالا 2 تا لوله داره، بهشون میگن لوله های رحمی یا لوله فالوپ هم بهش میگن. ابتدای این لوله ها رو جایی میگیریم که وصل شده به رحم. انتهای این لوله ها شیپور مانند و دارای زوائد انگشت ماننده. انتهای این لوله ها گشاد شده، واسه میگن شیپور مانند و دارای زوائد انگشت ماننده. زوائد انگشت مانندش رو اینجا کشیده برات. خب اینجوریه دیگه، نگاه. حالا چه اتفاقی میفته؟ اینا چیکار میکنن؟ الان تو عکس به نظر میاد تخمدان به این شیپور مال لوله رحمی وصله، ولی واقعیتش اینه که یکم فاصله بینشونه. یعنی اگر زوم کنیم فاصله‌ای بینشون خواهد بود. تو این عکس خیلی فشرده کشیده و اینا رو به هم دیگه وصل کشیده، ولی واقعیتش اینه که یکم فاصله بینشون وجود داره. زمانی که از داخل تخمدان تخمک به بیرون پرتاب میشه، این شیپوره اینجوری حالت مکشی ایجاد میکنه، یعنی حرکات ماهیچه‌ای میزنه، حالت مکشی ایجاد میکنه مثل جارو برقی، و اینجوریه که این تخمک رو به سمت خودش میکشه، میره داخل اون. زوائد انگشتی هم کمک میکنن که این بتونه جمع کنه. نگاه اینجوریه دیگه. خب اینجوری یعنی کمک میکنه که جمع کنه اون، مثلا تخمک پرچوب بگیردش، این شکلیه. بنابراین حرکتی که میزنه یه همچین حرکت شیپور مال لوله رحمی حالت مکشی انگار ایجاد میکنه موقعی که تخمک گذاری انجام میشه، و زوائد انگشتی و اون مکشی که این شیپوره داره کمک میکنن که تخمک بیاد و به داخل لوله رحمی وارد بشه. کلا اگر بخواد لقاح انجام شه، این توی لوله رحمی انجام میشه. یعنی مثلا شما فکر کنید تخمک اینجاست، اسپرم از اینجا میاد خودش رو میرسونه اینجا، یعنی سرعت حرکتش زیاده، بعد خودش رو رسونه اینجا، جای لقاح داخل لوله رحمیه. بچه‌ها خیلی اشتباه فکر می‌کنن لقاح توی خود رحم. نه اینجوری نیست. لقاح در لوله رحم انجام، اگه بخواد انجام شه، جای انجامش داخل لوله رحمی هست که انجام میشه. خب اینم که از این یه قسمت رو نگفتم. واژن بچه‌ها یک مسیر لوله مانندی هست که ارتباط بین دستگاه تولید مثل زن رو با بیرون برقرار میکنه. خب اگر بخواد اسپرم یا زامه وارد شه، از طریق همین واژن وارد میشه. یعنی اسپرما از بدن مرد که میخوان وارد شن، از راه این واژن میان وارد میشن. بعد اسپرما به اون سمتی میرن که حدس میزنن تخمک هست. یعنی اینجوریه که وقتی از اینجا میاد، یه نصفشون میان میرن توی این لوله رحمی، یه نصفشون میان تو اون لوله رحمی. خب یه عدهشون که راه و اشتباه میرن هیچی. اونایی که از این ور میان توی لوله رحمی وارد میشن. لوله رحمی دیوارش دارای مژکه. خب یعنی الان مثلا بافتی که در سطح داخلی رحم بود ساده بود، مژکدار نبود، ولی این بافت وقتی که داخل لوله رحم میرسه دیگه این حالت چین خورده رو نداره. این نگاه کنید، چین خوردگی ها اینجا هست دیگه، اینجاها انگار نیست. درسته؟ به اینجاها که میرسیم انگار چین خوردگی ها بین میره، صاف میشه، به جاش این تیکه مژک داره. خب حالا مژک هایی که این داره خودش مبارزه میکنه با ورود اسپرم. یعنی اسپرم میاد از اینجا بره، اون مژک ها اینوری میزنن میگن نه. از بین این اسپرما اونی که از همه زبر و زرنگ‌تره و
تاژکش از همه بهتر کار میکنه و با سرعت بیشتری حرکت میکنه و انرژی بیشتری داره و نشون میده یعنی ژن‌های بهتری توشه، درسته؟ ژن‌های قوی‌تری داخلش قرار گرفته، اون میتونه از بقیه جلو بیفته و از این مسیر بیاد و خودش رو برسونه به تخمک و اونجا لقاح رو ایجاد کنه. پس یعنی انگار یک میلیون ها زامه از اینجا وارد میشن، از این میلیون ها نصفش میرن اونوری، نصفش میان اینوری، از اینا مثلا در نهایت در حد 4-5 تاشون میرسن کنار تخمک. یعنی این 4-5 تا دیگه اونایی که از همه خفن‌تر بودن تونستن این مراحل رو پشت سر بذارن، میرسن کنار تخمک دیگه، یکیشون زودتر از بقیه شانسی میرسه و اون شروع میکنه لقاح دادن که در اون لحظه دیگه جلوی ورود بقیه‌شون گرفته میشه و فقط یه دونه‌شون میتونه لقاح رو کامل بکنه. خب یه جورایی شبیه انتخاب طبیعی، حالا چون تو کتاب نگفته ما نمیگیم، ولی واقعیتش اینه که یه جورایی شبیه به انتخاب طبیعی، یعنی سعی میکنه از بین زامه ها اونی که از همه قوی‌تر و قدرتمندتر هست اون رو انتخاب بکنه. خب بذارید در مورد این دیواره داخلی لوله رحمی هم پس من یه نکته‌ای بنویسم. می‌نویسم دیواره لوله رحمی مساوی پوششی استوانه‌ای تک‌لایه مژکدار به اضافه آستر سست. خب اینو سیو کنیم. آها، در مورد واژن دیگه چه صحبتی میشه کرد؟ واژن بچه‌ها به جز این که محل ورود اسپرم ها هست، محل تخلیه خون قاعدگی هم هست. یعنی در هنگامی که قاعدگی رخ میده دیواره رحم تخریب میشه، این دیواره رحم میاد از اینجا میرزه بیرون و خونریزی قاعدگی پس از راه همین واژن انجام میشه. همچنین در زایمان طبیعی هم از همین اینجا هستش که بچه به دنیا میاد. در زایمان طبیعی بچه این توه داخل رحمه، بعد با انقباض رحم بچه از راه واژن به دنیا میاد و از این طرف میاد بیرون. بنابراین انگار 3 تا کار انجام میده، هم ورود زامه ها هست، هم خروج خون قاعدگی هست، هم به دنیا آمدن در زایمان طبیعی هست. اینا کارهایی که واژن انجام میده. کلا دستگاه ادراری در زنان از دستگاه تولید مثلی جداست، مثل مرد نیست. در مرد اینجوریه که مثلا میزراه بین دستگاه تولید مثلی و دستگاه ادراری یکیه، مشترکه، ولی اصلا در زن دستگاه ادراری فول جداست و اصلا هیچ ربطی به دستگاه تولید مثلیشون نداره، کلا جداگانه هستش. خب اینم که فهمیدم. آها، میخواستم اینم به عنوان نکته آخر بگم که سطح داخلی واژن هم دارای چینای حلقویه. اینم اشاره کنم، اینا ببین، سطح داخلی واژن هم باز چینهای حلقوی داره. مخاطب واژن سنگ فرشی چند لایه به اضافه آستر سسته. مخاطب واژن سنگ فرشی چند لایه به اضافه آستر سسته. خب بذار فکر کنم چیزیمون واقعا بگم. فکر کنم همه چیو گفتم. بله همه چیو گفتم. بذارید تا همینجا یه دونه تست براتون بنویسم از آناتومی دستگاه تولید مثلی زن. یه دونه تست می‌نویسیم. می‌نویسم که در دستگاه تولید مثلی زنی سالم و بالغ کاما کدام گزینه درست است؟ 1. تناب پیوندی ماهیچه‌ای از سمت قابل انقباض خود به رحم متصل شده است. 2. در محل تماس لوله رحمی به تخمدان کاما زوائد انگشت مانند قابل مشاهده است. 3. هر بخش چین خورده در این دستگاه کاما بخشی از اندام گلابی شکل محسوب می گردد و 4. ضخیم‌ترین لایه
در دیواره رحم حاوی یاخته های ترشح کننده مخاطی و آستر پیوندی است. خب بذار بعد نظرسنجی بذارم. اوکی، من نظرسنجیشو گذاشتم، حالا از روش دور میخونم، شما گزینه بزن. در دستگاه تولید مثلی زن سالم بالغ کدام گزینه درست است؟ 1. تناب پیوندی ماهیچه‌ای از سمت قابل انقباض خود به رحم متصل شده است. 2. در محل تماس لوله رحمی به تخمدان زوائد انگشت مانند قابل مشاهده است. 3. هر بخش چین خورده در این دستگاه بخشی از اندام گلابی شکل محسوب می شود. 4. ضخیم‌ترین لایه در دیوار رحم حاوی یافته‌های ترشح کننده مخاطی و آستر پیوندی است. 10 ثانیه دیگر. پنج، 4، 3، 2، 1. ببین 65% درست دادن، 22% رفتن افتادن تو دام گزینه 2. میگه که تناب پیوندی ماهیچه‌ای از سمت قابل انقباض یعنی ماهیچش به رحم وصل شده. خب اینو که راست میگه بچه‌ها، نگاه کنیم بیا این عکسش. از سمت قرمزش که ماهیچشه به رحم، از سمت سفیدش که پیوندیشه به تخمدان. پس گزینه 1 جواب منه. خب اینو که زدم. اما گزینه 2 همین الان عرض کردم که به نظر میاد در تصویر تخمدان به لوله رحمی وصله ولی در واقعیت وصل نیست و از هم جدا هستند. پس دام گزینه 2 اینه که میگه در محل تماس، اصلا تماسی در کار نیست، تماسی بین لوله رحمی و تخمدان وجود نداره. با هم گفت در نزدیکی محلی که لوله رحمی کنار تخمدان قرار میگیره زوائد انگشتی دارد و تماس غلطه، تماسی نداره. 3 میگه هر بخش چین خورده در این دستگاه، بخشای چین خورده سطح داخل رحم یا همون آندومترش میشه به اضافه ناحیه گردن رحم ایات باشه چین حلقوی داشت به اضافه قسمت واژن. میگه اینا همشون بخش از اندام گلابی شکل که میشه رحم محسوب میشن. خب رحم و گردن رحم جزء رحمن، واژن دیگه جزء رحم نیست، اندام جداگانه است. خب و اصلا بافتش هم فهم که سنگ فرشی بود. خب بنابراین ما این گزینه رو میذاریم کنار. 4. ضخیم ترین لایه در دیوار رحم میشه لایه میانی که از جنس ماهیچه است. ماهیچه صاف هم هست. اوکی. حاوی یافته‌های ترشح کننده مخاطی و آستر پیوند. آقا اینی که این میگه که میشه لایه درونی، که این مساوی آندومتر. الان لایه درونی رحم رو گفته، اشتباه کرده. پس اینم چرت و پرت. جواب همان گزینه 1 میشود. خیلی دیگه هیچ، همین. سیو هم میزنم، میرم متن کتاب رو در این قسمت مطالعه کنیم. برو بریم. همانطور که در شکل میبینید این دستگاه شامل اندام‌هایی است که مجموعاً نقش‌های زیر را بر عهده دارن. باز باید شماره بزنی. 5 تا شماره داره. 1 2 3 4 5. باید با شماره یاد بگیری که مثلا 4مین نقشش بر عهده کیه، 5مین نقشش بر عهده کیه. خب تولید یاخته جنسی ماده یا تخمک، جالبه که ما این رو باید در نظر بگیریم درون لوله رحمی اتفاق میفته، یعنی داخل تخمدان نیست. انتقال یاخته جنسی ماده به سمت رحم، اینم باز میشه لوله رحم. شرایط مناسب برای لقاح، باز اینم میشه لوله رحم، یعنی لوله رحم مهمتر از اون چیزی که فکر می‌کنید. حفاظت و تغذیه جنین در صورت تشکیل میشه این دیگه خود رحم. تولید هورمون جنسی زنانه میشه با تخمدان. پس اینی که هر کدومش بر عهده کدوم قسمت هستش. خب اما بریم سراغ تخمدان‌ها. گفته که تخمدان‌ها غدد جنسی ماده‌ان. این تعبیر هم هست دیگه. غدد جنسی ماده تعبیرش میشه تخمدان. درون محوطه شکم، بالاش میسن پس احاطه با سفاق. معنیش این میشه دیگه، احاطه با سفاق. یا مثلا خون اینها هم در اصل فرستاده باید بشه به سمت باب، ولی حالا نگفته. خب احاطه با سفاق و به کمک تناب پیوندی ماهیچه‌ای
به کمک طناب پیوندی ماهیچه‌ای به دیواره خارجی رحم متصلن که قسمت پیوندیش میسن به سمت تختان، قسمت ماهیچه‌ایش میسن به سمت رحم. به دیواره خارجی رحم هم متصلن، میفهمید؟ بیرون به رحم وصل. گفته که ساختار تختان با بیضه تفاوت داره. هنر کردی، میدونستیم، معلومه که ساختار تختان با بیضه تفاوت داره. دیگه درون تختان لوله های پیچ پیچی وجود ندارد که حالا جلوترم عکسش رو با هم دیگه خواهیم دید. این تیکه رو رها میکنیم، میریم بالای صفحه بعدو میخونیم. بخش‌های دیگر دستگاه تولید مثل در زن شامل رحم، لوله های رحم، گردن رحم و واژن هستش. در مورد رحم اندام کیسه مانند یه تعبیره، گلابی شکل یه تعبیره، ماهیچه‌ای یه تعبیره، اندامی که جنین در اون رشد و نمو می‌یابد یه تعبیره. اینا همش تعبیرهای رحم هست. کیسه مانند، گلابی شکل، ماهیچه‌ای، جنین رو پرورش میده. اینا همش میشه تعابیر رحم. دیواره داخلی رحم که بهش میگن آندومتر در دوران قاعدگی و بارداری دچار تغییراتی میشود. در دوران قاعدگی دیواره داخلی رحم میریزه و نازک میشه. در دوران بارداری اتفاقا خیلی ضخیم میشه. پس من اینجا بخوام ذکر کنم، قاعدگی ریزش و بارداری ضخیم شدن رو براش ذکر میکنم. یعنی دقیقاً برعکس همه دیگه. در دوران قاعدگی ریزش داره و در دوران بارداری برعکس اتفاقا خیلی ضخیم میشه که جنین رو بتونه در داخل خودش محافظت کنه. بخش پهن بالای رحم به دو لوله متصل است که با آنها لوله های رحم یا لوله های فالوپ میگویند. ابتدای این لوله ها میشه همون جایی که وصل میشن به خود رحم. انتهای اونا شیپور مانند میشه. انتهای این لوله ها شیپور مانند و دارای زواید انگشت مانند است. عرض کردم که پوشش داخل لوله های رحمی مخاطی و مژکدار. مخاطی بودن به آستر پیوندی اشاره داره، آستر پیوندی سست. مژکدار هم که میشه پوششی استوانه‌ای تکلایه مژکدار. مثلا داخل بینی هم ما همچین چیزی داشتیم، یادتون باشه، پوششی استوانه تکلایه مژکدار. زنش مژک‌های آن مامیاخته را به سمت رحم میرانه. هول میدن سلوله بره برسه به سمت رحم. بخش پایین رحم تعبیرش میشه گردن رحم. باریکتر هست. آقا مگه تو نگفتی گردن رحم خیلی ضخیمه؟ چرا نشته باریکتر؟ منظورش فضای درونیشه بچه‌ها. فضای درونی گردن رحم باریکتره. اشاره به فضای درونیش داره. منظورش این نیست که کلا گردن رحم جای باریکه. نه، گردن رحم دیوارش خیلی ضخیمه اتفاقا. این فضای درونیش رو میگه. پس این باریکتر کنارش میسم فضای درونی رو میگه. اون باریکتر شده و به آن گردن رحم میگویند. بخشی که به داخل واژن باز میشود دوباره تعبیرش میشه گردن رحم. بخشی که به داخل واژن باز میشود تعبیرش میشه، چی شد؟ اشتباه علامت زدم. از این با علامت میشه گردن رحم. خب در مورد خود واژن میگه واژن یکی محل ورود یاخته جنسی نر یا همون زامه هست، یکی محل خروج خون قاعدگی هست، یکی هم در هنگام زایمان طبیعی محل خروج جنین هست. این سه تا وظیفه رو واژن بر عهده داره. خب اینم که فهمیدم، بذار فکر کنم دیگه اینجا چیزی نداریم. حله. اوکی. از اینجا بعد باید برم ساختار تختان دیگه درس بدم، چون این درسی که میخوام به شما بدم درس سنگین و اصل کاری هست. یعنی اون اصلی ترین چیزی که باید توی قسمت گفتار زن درس بدم اینه. به خاطر همین میخوام قبلش به شما رست بدم و از رست که برگشتیم میریم ساختار این تختان رو تدریس میکنیم. الان 4:17 است بچه‌ها. بهتون یک رست 14 دقیقه میدم که میشه تا 4:31. وقتی برگشتیم میریم دیگه این تختان رو کاملا تدریس میکنیم. پس استراحت بفرمایید به مدت 14 دقیقه.